حوصله‌ام سر رفته بود و داشتم با گوشیم ور میرفتم و دلم تو یک بازی ایرانی و معمایی رفته بود. چه بازی بهتر از اتاق فرار. اوه بازی داستانیه، ببینیم چطوریه. میخوام زندگی تو عوض کنم. من خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی میشناسمت. بیا اینو بگیر، این کارت منه. ای بابا این که اسکوید گیم خودمونه که. بریم بازی شروع کنیم ببینیم چطوریه. آها لطفا قبلش میشه این لایک بغل رو بمالونی. خب بذار برای شروع بهت کمک کنم تا اون مغز کوچیکت از فابریک در بیاد یه تکونی به خودش بده. اون قابلت روی دیوار رو میبینی، به تصویرش خوب نگاه کن. اون جواب معمای توه. هی باورم نمیشه اون با اون هیکلش به ما زور گفت. جوابش هم گفت دیگه، رو تابلو گله. بریم مرحله بعد. اینجا نمیفهمیدم و چیکار کنم و بعد انگولک های فراوان در دیوار به این کتاب زدم و خروس بیوه. راستش عجیب بود، نفهمیدم منظورش، ولی خب با توجه به این حرفایی که اینجا بود دیگه نوشتیم خرس درستم بود. بریم مرحله بعد. خب مرحله بعدی هم که رفتم آسون بود، این که گربه میشد. اینم خب ساعت رو به 8 داره نشون میده. منم زدم و تا اینجا خیلی ایزی پیش رفتیم تا اینکه به این مرحله رسیدم. چی؟ این چیه دیگه؟ دم شیر و بطری بچه و همین. یه چیز ضرور مسئله با دم شیر بازی نکن، کلماتش هم بهش نمیخوره. ببینم که هم خودم رو علف کردم هم تو رو. ما که نفهمیدیم جواب این چی میشه. اگه تو فهمیدی حتما تو کامنت بگو که آقا اصغر شب نیاد تو خوابت. راستی یک نکته ای هم داشت اول ویدیو، تونستی پیداش کنی؟